حاج خانم سلام عرض میکنم خدمت شما. چه سلامی چه علیکی. اون موقع که فرست لیدی، ببخشید سکند لیدی نظام بودم، نیومدی یه حالی از ما بپرسی؟ حالا که حاج آقامون هلیکوپتر شده اومدی؟ روح شهید عزیز سید ابراهیم رئیسی شاد باشه انشالله. والا خود روی حاج آقا که الان رفته پیش امام به درک، اما جوکایی که ملت درش درست کردن حسابی اسباب شادی رو فراهم کرد. چرا انقدر ایشون به قول عامیانه میدویدن؟ ای آقا شما یه لحظه خودتو بذار جای حاج آقای ما. خب تا پاشو از خونه میذاش بیرون، ملت میریختن میگفتن 6 کلاسه دروغ حاصل وعدهات کو. خب مجبور میشد بدوه دیگه. از اون طرف میریختن سرش میگفتن قاتل، باز مجبور میشد بدوه دیگه. تو جلسه سرانم که با خالیباف و اون یارو بوشخار همش دعوا میکردن میریختن سرش، خب مجبور میشد بدوه دیگه. بابا جونم همیشه به شوخی بهش میگفت ابرام چیه مثل یابو همش میدوی. ایشونم به بابا میگفت ببن بابا بوفالو. تعارف نداشتن. نه بابا چه تعارفی، اهل آمبوزمان بودن اما اهل تعارف نبودن. البته بین تعارف نداشتن و بیشوری یه مرز باریکی هست که حاج ابرام ما همیشه رو همین مرز یوتمه میرفت. یکی از درد دلها یا حرف دلی که ایشون به شما گفتن که میتونید بگید، اینو بگید. همیشه میگفت جمیله من آخرین برگ عظمام، بعد من اون چنان بلایی سر عظما میاد که گوسفند گازش میگیره یا کریمم نوک میزنه به عمامش. الان که نگاه میکنم میبینم راست میگفت، حال و روز عظما همینه. چه چیز رو خیلی پیگیرش بودن حتی این اواخر؟ مدرک کلاس ششمشون، همیشه پیگیر مدرک کلاس ششمشون بودن. پیگیر ناهارم بودن، همش میگفت جمیله به شما ناهار دادن؟ جدا؟ نه بابا شوخی کردم. پیگیریای حاج آقای ما روشنه دیگه. همیشه پیگیر چاپ پول بود، پیگیر خالی کردن سفره مردم بود. یک کم اعدام، آخ اعدام خیلی حالشون رو خوب میکرد. همیشه میگفت جمیله یادش به خیر 67. راجع به گرونی ها بازار و این هم صحبت میکردن تو خونه باتون؟ همش تو خونه ما صحبت بازار و گرونه این حرفا بود. مثلا شب می آمد میگفت جمیله امروز کلی وعده درمانی کردم، خودم قیمت ها رو بردم بالا، بعد بهشون دستور دادم بیان پایین، بعد ما دست جمعی می خندیدیم. فردا می اومد میگفت تورم 3 رقمی شد، اما من گفتم نسبتش کاهشیه، ما دست می زدیم. البته برای ما هم روشن بود که اگر حاج آقا اجناس رو گرون نکنه که چرخ زندگی ما و بیت و آقازاده ها و اینا نمیچرخه که. و ساده زیستیشون یکی دوتا مصداقاش چی بود؟ چطور زندگی میکردن؟ ساده زیستیشون رو که اصلا نگید، همش مستاده. یادم خانواده خیلی ساده سوار هواپیمای ساده شخصیشون می شدیم، می رفتیم موقوفات ساده بابام، اونجا خیلی ساده دور هم می چستیم، چای دبش با هم می زدیم، بعد برمی گشتیم. البته اهل تجخوری نبودن که، خودش چه اوقاف می خورد مثلا به حاج آقا صدیقی هم از ازگل می رفت و اوقاف می داد. اینا همش ساده دیگه، ساده دیگه. بیلاها و دم و دستگاه و فاک و فامیلا و همه اینا همه خیلی ساده بود. آقا در خصوص ایشون گفتن که دلم برای رئیسی سوخت. مصداق این حرف حاج خانم چیاست؟ وا شمام که همش دنبال مصداقید. خب سوخت دیگه، دل چیه؟ اقصانقات جسم ناقص عظما سوخت. ننه مورد خودشو جرواجر کرد حاج آقای ما رو رئیس جمهور کنه، تا اومد از آب و گل در بیاد هلیکوپتر شد رفت. خب میسوزه دیگه. جدا؟ باز گفت جدا. چند کن بابا تو هم هی جدا. منم برم ببینم یه وقت قضا مثل دل عظما ته نگیره.